قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان في عون أخيه كان الله في عونه الحديث او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بینندگان و شنوندگان نهایت گرامی، موتر را که شما مشاهده میکنین موتر مدرسه جامع بی بی آمینه حلقه اوناسی دارالعلوم عالی امام صاحب آخر قریب تکشان می باشد که الحمدلله این موتر به توسط همکاری برادرای تجار و خریداری صورت گرفته که به خاطر نقل انتقال شاگردای مدرسه هستند که به جاهای دور و نزدیک میآیند، آنها را نقل داده می شود و برده و پس آورده به مدرسه تا اینکه سبقای خیش را به طریقه صحیح و اکمل بخوانند. پس میتونن که خواهرها و برادرای ما از این فرصت استفاده بکنن. همشیره هایی که میتونن که به مدرسه بیان از راههای دور هستن از این وسایل نقلیه استفاده بکنن و به طریقه آرام و آسوده و بزینی بسیار باز به مدرسه آمده، به طریقه بسیار حجاب شرعی و پردهداری با دریوار انسان متدین به مدرسه آمده درسای خود ادامه بدن. و در این حال برادرایی که صحنه را میبینن میتونن که با ما همکار باشن از طریق تیل موتر که ماهانه مصرف میشوند، پول دریواری که جا مصرف میشوند، از این طریق با ما همکاری کرده تا ما بتانیم که در آینده رشد زیاد نموده برای به شاگردای خود برنامه‌های زیبای دیگری هم داشته باشیم و همیشه با ذهن آرام و آسوده شاگردای ما بتانند که با تایم‌های مختلف با برنامه‌های مختلف آمده درسای خود را در شعبه‌های قاعده و ناظره و قرآن شریف و تجوید و احادیث و فقه حنفی و تا دوره احادیث اینجا بتانند که کتابای خود را خوانده در جامعیت تقدیم شده خدمت بی‌نظیر را در جامعه خود تقدیم بکنند. پس بنابراین شما ملت امام صاحب خصوصا میتونین که از این سواری استفاده نموده همشیره ها را عاجل یک ثبت نام نموده به مدرسه روان بکنین با بسیار جاهای مناسب به رای استادای ذکور جدا اوناس شده و به منزل های متفاوت جاهای منظم انشالله از طریق سواری های منظم برای اولادای شما با بسیار حالت زیبا و منظم و با حجاب و پرده انشالله درس داده می شود. و انشالله اداره جامع بی بی آمینه که در گذر مولا آقا محمد ناحیه دومی ولسوالی امام صاحب نرسیده به کمیساری ولایت قندوز افغانستان هست در خدمت شما قرار داره. شما میتونین از فرصت های زرین استفاده بکنین. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.